من چیکار میکنم در مدت 16 سال بهترین کار را کرده میتوانم. تیاری میبینم به دیدار پروردگار. صاحبی کردن به ملک، مشغول شدن به تجارت، مشق کردن به بوکس، همه این کمک نمیکند به جنت رسیدن. الله مرا نظارت دارد. الله مرا تعریف نمیکند برای اینکه جوفری درست زدم. مهم نیست ما از انگلیس هستیم یا اینکه از امریکا، مهم نیست چند قدر بوی هستیم، همش از آن اوست. مهم این است که ما با یکدیگر چگونه مناسبت میکنیم و چگونه کمک میکنیم یکدیگر را. همین طور من میخواهم با استفاده از معرفیت نام خود حیات خود را روشن کنم. برای نیکی کردن به آدمان کمک کردند که آنها را متحد کردند. آدمها از اختلافات مذهبی یکدیگر را میترکاند. لازم است بعضی انسانهایی که میبود در ساختن کمک دنیا. وقتی که من میمیرم من میخواهم که جنت را ببینم و میخواهم در اونجا بیاشم. پس ما چند قدر عمر میبینیم؟ حاضر همین در اودیتوریا. بعضی شما میمیرید پس از 20 سال و بعضی شما میمیرید پس از 50 سال. کسی میمیرد ببینم و میخواهم در اونجا بیاشم. پس ما چند قدر عمر میبینیم؟ حاضر همین در اودیتوریا. بعضی شما میمیرید پس از 20 سال و بعضی شما میمیرید پس از 50 سال. کسی میمیرد پس از 30 سال. دیر یا زود همه ما میمیریم. همه این سنجش است. برای اون دیدن خلاصه در کجا حیات خود را میگذارند، در جنت یا اینکه در دوزخ. Как собраться в школу дешевле? Откройте сервис объявлений Юла. Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» Я говорил об этом во многих моих... Сегодня мы расскажем о том, как в последний раз спастись от сатаны. Что значит спастись от сатаны? Это когда сатана вовлекает вас в грех, и вы теряете весь контроль. Я поделюсь с вами одной так. 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 چرندین.
тамошо кардастед ростига ба видеомоқати радио пахтем ама гапчапки бо хайп кардастем бо исбо Что, серьезно, что ли? салом алейкум ба ҳамаи касое ки тамошо кардастед ростига ба видеомоқати Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xush omading aka. Va barakatuh. Xush omad. Kubiyan chikap xabarama tinje salomatchi khubay. Amin. حسین السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدی. سلامتیت سوزد. حسین السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدی. سلامتیت سوزد. شکر تنج ختم شدن. او سوزینه در شکر تنج ختم شدن. در شهر سانت پترزبورگ دایمینه. همیشه سانت پترزبورگ اومدم دیگه کار برای خیلی پگه کار دم میبرم انشالله. کار شاورما کار میکنم که دیگه ایست پس. امروز دم میگیرم پگه کار. ТикТок. Сколько уже подписчиков? Монетизация ТикТока. Пропустить реклама. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى هو نبي الله. نعم الحمد لله رب العالمين. Yes, what the الفاتحة? Yes. Yes, الفاتحة now, yeah. مالك يوم الدين. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى هو نبي الله. نعم الحمد لله رب العالمين. Yes, what the الفاتحة? Yes. Yes, الفاتحة now, yeah.
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى هو نبي الله. نعم الحمد لله رب العالمين. Yes, what the الفاتحة? Yes, yes الفاتحة now, yeah. غمزده سلام علیکم، سلام و رحمت الله و برکاته، خوش آمدین. عذر زیاد در کمتر تیک تاک در جواب داده بدیم برای همین انا فراموش کردیم که در یوتیوب هم افیر دارم. Бывший президент Эквадор Рафаэль Корея. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى هو نبي الله. Komentarı خوندیم. سبحان الله و بحمدک. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد السلام عليكم. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا شش هزار 2000 شبکه ویدیوی ما پیش رفته سایت تیک توک. غمزده است حاجی میرزا. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین برادر عزیز. غمزده داشتگیم حاجی میرزا ده یعنی دبیاد مردیراتر کلش میدیم. خوش آمدین به افیری ما انشالله که سپاس فقط افیر کم کم با ویدیویی که سپاس فقط همین هر گونه میپرتیم ده فقط در برای اسلامی مثلا ویدیوی حاجی میرزا را میپرتیم و ویدیوی پیروادی خودمان هم میپرتیم انشالله. حاضر است یک تا ویدیو را نشان بدم. انا به شما یک تا ترجمه کردگی بدم ولی تأخیرش نکردم ولی انا با انشالله هسته دوامش. من چیکار میکنم در مدت 16 سال بهترین کار را کرده میتوانم. تیاری میبینم با دیدار پروردگار. صاحبی کردن به ملک، مشغول شدن به تجارت، مشق کردن به بوکس، همه این کمک نمیکند به جنت رسیدن. الله مرا نظارت دارد. الله مرا تعریف نمیکند برای اینکه جوفری ازراد زدم. مهم نیست ما از انگلیس هستیم یا اینکه از امریکا. مهم نیست چند قدر بای هستیم. همش از آن اوست. مهم این است که ما با یکدیگر چگونه مناسبت میکنیم و چگونه کمک میکنیم یکدیگر را. همین طور من میخواهم با استفاده از معرفت نام خود حیات خود را روشن کنم.
برای نیکی کردن به آدمان کمک کردند که آنها را متحد کردند. آدمها از اختلافات مذهبی یکدیگر را میترکاند. لازم است بعضی انسانهایی که میبود در ساختن کمک دنیا. وقتی که من میمیرم من میخواهم که جنت را ببینم و میخواهم در اونجا بیاشم. پس ما چند قدر عمر میبینیم؟ حاضر همین در اودیتوریا بعضی شما میمیرید پس از 20 سال و بعضی شما میمیرید پس از 50 سال. کسی میمیرد پس از 30 سال. دیر یا زود همه ما میمیریم. همه این سنجش است برای اون دیدن خلاصه در کجا حیات خود را میگذارند، در جنت یا اینکه در دوزخ. Your real self is inside you. Your body gets old. Some of you go to look at the fridge, you don't have no teeth. Your hair is leaving you. Your bodies get tired. But your soul and your spirit never die. That's going to live forever. So your body is just housing your soul and spirit. ادمین دستگیری کن. ادمین دستگیری کن. сейчас حاضر دستگیری میکنیم انشالله. Десада ашта буде. Десада ашта подписчики. Медрем мусилка. Десада ашта. میگذاریم بعدی. دساد نه تشید. یعنی دساد نه تا. دساد ده تشید. دساد 11 تشید. دساد 12 تشید. دساد 13 تشید. اگر بله دساد 13 تا. دساد 14 تشید. دساد 15 تشید. رحمتی کالان ادمین سلامت باشه. دساد 16 تشید. رحمتی کالان خوندیم. دساد 17 دساد 17 تا.
218 تا. انا غمزده غمزده اکای یکی برادر یکی اپای نمیدونمون، لیکن ده کانال دیگه مونده، ده اکانتی خولی. انا چه هیچ کنه است برای که این فیلمو انالیتیکش مردگی برای می چه نمیه. انالیتیک اکی مرد دیگه هر کس تا او ویدیو لینی نمیره و 219 تا. ای برای همین سبب انالیتیک مردگیه. وقتی انالیتیک یوتیوب بمره انا وای خزانش قینده. انالیتیک یوتیوب مثلا با طریق لایک و بنشیدن مثلا که انالیتیک یوتیوب خزونده میشه. اگر که من مانیتیزات سر اگر گریان کنم یعنی که مانیتیزات سر دباوت کنم تو مانیتیزات سر خیلی هست. اگر که من مانیتیزات سر گریان کی کردم انشالله که انالیتیک کمتر بالا میشه. انا یوتیوب بو کمک میکنه برای پیشرفتنی همین کانال ها. اینه با فکرمی در افیر 4 کس شد انشالله که میه آدمو. پروسته تک لایک موندن در کره انالیتیک یوتیوب میخزه. انا امخل گپای اوزینا بود 2 کس شد تازی بود 0 میشه. این انالیتیک یوتیوب خزوندن قیندی با نه یک کس دیگه شد بود 0 شد داجه. قرطان چیز ارز کرده هم قد سلفه میکنیم سرانو نمیره با چو هیچ کس خوندیم. انا دکس جنایفیر لذت دنیا ای برادر دعای یک مادر است. همه زمین و آسمان دعای یک مادر است. ای برادر از دعای مادر غافل مشو. یک دعای مادر از مال دنیا بهتر است. هر کی میخواهد داخل جنت شود جنت الله برادر یک دعای مادر است. حد بر خدا مادر، خدا باشد نگهبانت. پناهت بر خدا مادر، ندیدم کسی مهری کی دارد چشمی پزماند. فدای چشمی پزماند پناهت بر خدا مادر. يا نفس إن لم تغفري روشنل بلیوه و حدیث سوره میدیا تقدیم میکند. تدپیس کرد بسیاره کو تدپیس بسیاره اینه که آدم مردگی بگیم همه شون همی تحت بیسته کنال قده دوفت یعنی کی از این مایکل خار؟ مایکل خار در زمانه ما شما تاریخ شناس و ماتماتیک بود و او معرفی شناس و تاریخ شناسان را با هم جمع آورد و اونها گفتند بیاید میسازیم یک جا از تمام تاریخ و کوتاه کرده بگیم حکایه را. آنها در جا را معین کردند. آنها برای مقایسه کردن 32 امکانات‌های گوناگون را ایجاد کردند. برای صدها شخصی از همه مهمترین انسان‌ها
و بگذارید که من به شما بگویم. در نتیجه مایکل هارت کی را کشف کرد؟ محمد صلی الله علیه و سلم. و سلم. عیناً او را مایکل هارت در روی خط اولی خود گذاشت، زیرا همکارانش بحث کردن نمیتونستند. زیرا مطابق امکانات های خودی آنها سزاوار اولین درجه بود و مایکل هارت گفت من انتخاب میکردم و میخواستم انتخاب کنم عیسی مسیح را برای اینکه من مسیحی هستم. اما از جهت عادلانه در یک صفحه امکانات ها من انتخاب کردن نمیتونم عیسی را، برای آنکه عیسی علیه السلام پدر نبود ولی محمد صلی الله علیه و سلم بود. عیسی علیه السلام همین پریودی من چقدر محمد صلی الله علیه و سلم بود. وضعیت تمام پریود کدگی اون همزا عیسی مسیح بود به او جنگاور نبود ولی محمد صلی الله علیه و سلم بود. عیسی علیه السلام حاکم نبود ولی محمد صلی الله علیه و سلم بود. همینطور مایکل یعنی کی است این مایکل هارت؟ راشنل بلیور و حدیث سوره میدیا تقدیم میکند. محمد بزرگترین انسان در تاریخ. مرد به نام مایکل هارت گفت یعنی کی است این مایکل هارت؟ مایکل هارت در زمانه ما و شما تاریخ شناس و ماتماتیک بود و او معارف شناس و تاریخ شناسان را با هم جمع آوردند و آنها گفتند بیایید یک جمع سازیم روی خط 100 کسی مشهورترین انسان‌ها از تمام تاریخ و کوتاه کرده گوییم حکایه را. آنها درجه را معین کردند. آنها برای مقایسه کردن 32 امکانات‌های گوناگون را ایجاد کردند برای صدها شخصی از همه مهمترین انسان‌ها. و بگذارید که من به شما بگویم در نتیجه مایکل هارت کی را کشف کرد؟ محمد صلی الله علیه و سلم. عیناً او را مایکل هارت بر روی خط اول خود گذاشت. همکارانش بحث کردن نمیتونستند زیرا مطابق امکانات های خودی آنها سزاوار اولین درجه بود و مایکل هارت گفت من انتخاب میکردم و میخواستم که انتخاب کنم عیسی مسیح را برای آنکه من مسیحی هستم. اما از جهت عادلانه در یک صفحه امکانات ها من انتخاب کردن نمیتونم عیسی را برای آنکه عیسی علیه السلام پدر نبود ولی محمد صلی الله علیه و سلم بود. عیسی علیه السلام بود. عیسی علیه السلام خادم دولتی نبود. محمد صلی الله علیه و سلم بود. عیسی مسیح درود به او جنگاور نبود ولی محمد صلی الله علیه و سلم بود. عیسی علیه السلام حاکم نبود ولی محمد صلی الله علیه و سلم بود. همینطور مایکل هارت و بزرگترین آدمانی که به تاریخ تاثیر بیشتر رساندند آنچه در حجت‌های تاریخی نکات یافته است باید محمد صلی الله علیه و سلم شود. و این تفسیر یافتن ممکن است در بایگان مجله تایمز، نیویورک تایمز مجله مشهورترین. شما میتوانید خوانده از بایگان آنها. شما میتوانید یافته این کتاب را از استرالیا و از دیگر کشورها و میتوانید با اینترنت در آمدن نامی بنویسید و نویسید با جای جستجوی وبسایت این نام را شما خودتان خواهید یافت و همش را میبینید. اکنون اجازه دهید که سخنهای دیگر آدمان مشهور را گفته شده را خوانم. نام محمد همچون یک شخص رسالتی جورج برنارد شو گفت اگر به شخص مانند محمد صلی الله علیه و سلم امروز می بود حتما داده شده بود حکومتی را که دورا میکرد در زمانه حیاتی و او میتوانست مشکلات را حل کند میآورد آدمان را به خوشبختی آن دنیایی که به آنها نیاز دارند. مایکل هارت گفت انتخاب من محمد صلی الله علیه و سلم آن چیزی که من گذاشتم نام او را در بالای روی خط آدمان با نفوذ جهان میتواند کسی را به حیرت آورد، کسی را حیران کند.
اما او یگانه شخص در بلندترین تاریخ بود who was supremely و successful او موفق on شد both the هم دینی religious و هم and دنیوی. secular levels. And Castle فیلسوفی روزگوی انگلیس جان اوستین گفت in little more than a تنها year, در یک سال با کمی he was حقیقتا actually روحان the تبدیل یافت spiritual, nominal, and temporal حاکم ruler دنیوی of مدینه. Medina, with his hands on the دستای خود را lever به سوی that آن was رسید to shape دنیا را تغییر the داد. world. میلیاردها نفر در تمام دنیا در عصر 14 آخر تعلیمات دینی محمد صلی الله علیه و سلم قبول کرده شدند. یتیم بیسواد در فضای سخت بیابان عرب به ویا رسیده است. مبدل گرداندن جمعیت را به فرهنگ معظم. او یگانه حاکم از تمام تاریخ تطبیق کردن نقطه نظر خود را در حیات شخصی خود. وی در مکه یتیم تولد شده است. وی در مکه کلان شده بود. از مکه گرفته شد. از ملامت زده ها مجبور شد گریزد. آنها تعقیب کردند. پیروان او خواستند وی را بکشد. اما الله به او اجازه داد که برگردد پس از 23 سال به غالبیت و به جهانگیری. وقتی او بازگشت او هم را بخشید. خود عمل میکرد در حیات آن چیزی که وی دعوت میکرد و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم پیام خود را پخش کرد. دین اسلام را بیرون از نیم جزیره عرب پخش کرد. اسلام همچون یک نظام سیاسی همچون یک شکل دولتداری تأسیس یافت. او حکمران بود اما ادامه داد بودن، نوشیدن، پوشیدن مثل پیشینه از تولد و از جوانی. رسول الله صلی الله علیه و سلم عادلانه و با وجدان بود. او عائله‌اش را بوی نکرده است و او تلاش نکرده است با دوستانش. وی به فایده کسانی که به او پسند بدند دوا نکرده است و دوا نکرده است به ضد کسی را که دوست نمی‌داشتند مانند آنهایی که تشکیل می‌کنند پادشاهان، پرزیدنت‌ها، رئیس‌ها، ثروتمندان یا داوران امروزه. و چگونه کسانی هستند که همه کارهای گذشته را اجرا می‌کنند. وی انسان از این دنیا بود اما دائم یاد می‌کردند دنیای ابدی را. برای اون که الله سبحانه و تعالی فرستاده است باید زندگی ابدی آخرت برای شما و برای کسی دیگر بهتر است. آن چیزی را که هست در امروزه ما. پیام او دعوت میشد انسانیت را به عبادت آفریدگار و نیست کردن همه نمود بی‌عدالت‌های در زمین و نمونه رفتار انسانیت را مقرر کردن در روی زمین که مردم پیروی خواهند کرد. وقتی خواندن قرآن که ما میبینیم یک صحیفه او این از آن چیزی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از حاکمان دیگر فرق می‌کند. از پیغمبران، از رسولان، از تمام انسانیت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه دستان خود را در تمام عمرش بالا نکرده است برای زدن کسی را. هیچگاه نه خدمتگار را، نه زنش را، نه کودک را، نه دوستش را، نه دشمنش را، غیر از آن حالتهایی که دشمن ضد الله سبحانه تعالی برآمد و ضد پیغام او. و وقتی صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او نگریستند در وقت جنگ آنها گفتند به الله قسم وی در بین دشمن‌ها می جنگیدند و آنها گفتند ما از او حمایت می‌کنیم. حالت‌هایی می‌دیدند که در وقت جنگ و پشت پیغمبر و سلام می‌شه و این گونه بود در میدان جنگ فرمانده و یک حاکم بود. فرمان می‌دادند و خود جنگ می‌کردند در راه الله سبحانه و تعالی. و وقتی که و پس می‌کردند نگاه خود را نرم صحبت می‌کرد و ملایم بود و گرم رفتار بود نسبت به آدمان. او قلبان ملایم، دلسوز و زیرک بود.
and caring and crying. همچون پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم در مدت روز به قنبغالان توام میداد، بیماران را زیارت میکرد، ارتش را راهبری میکرد، در کارهای دولتی مشغول بود، حکمی میکرد، صحبت میکرد با مردها و با زنها، زکات میداد، تعمیر میکرد لباس خودش را، پاک میکرد خانه‌اش را، خوراک میخرید، اجرا میکرد همه چیزی را که من و شما اجرا میکنیم. و شبانه او 4-5 ساعت در نماز می ایستادند. For 4 or 5 hours at a time. And in the day, روز دیگر او باز می جنگید در میدان جنگ، ارتش را نظارت میکرد، دستورهای دولتی میدادند، قرآن را شرح میداد، آدمان طرز رفتار را یاد میداد، چگونه آدم این کار را کرده میتواند. و در عین زمان در نماز 4-5 ساعت می ایستاد. چگونه انسان به این کارها قادر است؟ کارزایی قرآن با او بود برای جهانیان. او بلی روشن فرستاده شده بود. او پیغمبری بود که خوانده و نوشته نمیتوانستند. او رحیم دل و رسول بود. او رحمت برای بشر بود. و شهادت مؤمنان بود. و مؤمنان شهادت تمام انسانیت بود. و او مهربان است برای جهانیان. او بهترین نمونه اقتدا بود. او پیغمبر آخرین انسانیت بود. و به تمام مردم و جن و غالبی همه ترتیبات بود. و آن به سطح بلندترین ساخته شده است. ای مسلمانان و نامسلمانان، در تمام تاریخ کسی نبود که با پیغمبر مخالف نبود. نه الکساندر مکدونسکی، نه ناپلیون بناپارت، نه یولی سیزر، نه کنستانتین، نه مهاتما گاندی، نه شاه ریچارد و نه شاه فردیناند، نه وینستون چرچیل، نه چارلز داروین، نه دی سامپین، نه کارل مارکس، نه آلبرت اینشتین، نه مارتین لوتر، نه مارتین لوتر کینگ خورد، نه جورج واشنگتن، نه جان کندی، و البته نه بیل کلینتون، نه تونی بلیر، نه جان هوارد، نه جورج بوش کلان، نه جورج بوش خورد، نه شما، نه من، نه والدان ما، نه باباهای ما. هیچ کدام از اجدادان ما با این آدم مقایسه کرده نمیتواند. با پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. با غیر مسلمانان من میگویم، وقتی که شما امروز به خانه خود میآیید درباره محمد صلی الله علیه و سلم کنید، و البته که اگر جرأت کنید، اگر شما از تغییرات نترسید، زیرا اگر شما درباره محمد صلی الله علیه و سلم خواندید و دلی که شد با حسیات، احتمالا نسبت به این شخص محبتی پیدا کنید و احترام نسبت به این شخص به حیات شما وارد می شود، به دل شما داخل می شود، به تصور شما وارد می شود، به اولیای خود به خانه شما داخل می شود و شما خود می خواهید که پیروی محمد صلی الله علیه و سلم شود. اگر شما این اجرا کنید بلند نمی شود و باز هم زیاد نمی شود و شما زیاد نمی کنید فراوان امت او را. و از این رو ما دعوت میکنیم شما را قبول کردن، فهمیدن، احترام کردن شخص را محمد صلی الله علیه و سلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем сборы на погашение долга передачи «Наследие пророков». Если у вас есть возможность погасить его полностью или частично, пройдите по ссылке или же напишите по этому номеру.